تو همین اشتباهات تو مکالمه انجام میدی؟ نگران نباش، تو 1 دقیقه برطرفشون میکنی. اولی، من 32 سال دارم. I have 32 years old. اشتباهه. باید بگی I am 32 years old. پس به جای have باید بگی am. دومی، she go to school every day. اشتباهه. بچه ها سوم شخص تو روزمرگی ها حال ساده اسم میگیره. She goes to school every day. یادت باشه سوم شخص حال ساده با اسم میاد. سومی، can you borrow me your book؟ اشتباهه. وقتی میخوای چیزی رو از کسی قرض بگیری باید بگی can you lend me your book؟ پس وقتی میخوام بگیم میشه چیزی رو قرض بدی باید بگیم can you lend؟ میتونم ازت قرض بگیرم، قرض گرفتن میشه borrow. حالا تو کامنت ها بهم بگو تو همین اشتباهاتو میکردی؟ اشتباهی دیگه ای هست که تو مکالمه شنیده باشی؟ برام بنویس.